امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سفر به وادی رشت با میرزاخوجا احمدوف یکی از فرماندهان سابق مخالفین ملاقات کرد. خبرگزاری آزادگان از قول عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی رئیس جمهور نوشته است که میرزاخوجا احمدوف هنگام این ملاقات در اینترنت رشت رئیس جمهور را برای یک پیاله چای به خانه‌اش دعوت کرد، اما امامعلی رحمان با اظهار سپاس از او خواسته است که در عوض به مکتب اینترنت ناحیه رشت از حاصل دهقانیش 2 تانه کارتوشکا کمک کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از امکان احیای مذاکرات برای حل بحران اتمی ایران حمایت کردند. ضمن سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل حسن روحانی گفت ایران آماده مذاکرات بدون تأخیر و ثمرآور به خاطر اعتماد سازی است. او افزود ایران در پی ساختن سلاح اتمی نیست، زیرا این نوع اسلحه در دکترین نظامی کشورش جای ندارد. ایران به دنبال تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک با دیگر کشورهاست و در این چارچوب در پی افزایش تنش با ایالات متحده آمریکا نیز. پیش از سخنرانی روحانی، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از منبر سازمان ملل گفت ایالات متحده نمیگذارد ایران بمب اتمی بسازد، ولی میخواهد این مسئله از راه دیپلماتی حل شود. سربازان و ماموران امدادی در پاکستان با کمک صدها نفر از بازماندگان زمین‌لرزه قوی می‌شتابند که در ولایت بلوچستان بیشتر از 230 نفر را کشت و از صدها تن دیگر را مجروح کرد. زمین‌لرزه 7.7 درجه در ناحیه‌های آوران و خوزدر بلوچستان روز سه‌شنبه خانه‌های زیادی را ویران کرد. زلزله به حد قوی بود که شهر کراچی پاکستان 250 کیلومتر دورتر از مرکز زمین‌لرزه را تکان داد و فرسخ‌ها دور در شهر دهلی هندوستان نیز احساس شد. مقامات تاجیکستان در یک حرکت بحث برانگیز دیگر علیه زید سعیدوف وزیر پیشین صنعت با اتهام تجاوز جنسی یک دختر نابالغ پرونده نو باز کردند. در این باره شهرت قدرتوف وکیل دفاع او بر رادیوی آزادی خبر داد. مقامات انتظامی میگویند که گویا صاحبکار تاجیک به یک دختر 14 ساله روس هنگام 12 سالگیش دست درازی کرده است. زید سعیدوف میگوید بیگناه است و همه اتهامات انگیزه های سیاسی دارد. سازمان گرین پیس گفت که مقامات روسیه از آن سازمان را به بازداشتگاه‌های موقتی شهر مورمنسک انتقال دادند. روسیه قصد دارد 30 عضو این سازمان محیط زیستی را که علیه فعالیت‌های شرکت گازپروم برای استخراج نفت از ارکتیک اعتراض کردند به دادگاه بکشد. گروه متخصصان چینی برای تحقیق علت‌های صدمه در یک هواپیمای شرکت تاجیک ایر بعد دوشنبه آمدند. هواپیمای MH60 و ساخت چین ماه ایول در جای ایست خود در فرودگاه دوشنبه افتاد و بعد آن تاجیک ایر پرواز این نوعی هواپیماها را متوقف کرد. تاجیک ایر یگانه شرکت است که در میان کشورهای مشترک المنافع از هواپیماهای MH60 استفاده می‌کند.